الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم هر کجا که هستید شاد و خرم و پیروز باشید. با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تجلی اخلاق اسلامی در قرآن کریم. چند قسمتی است که داریم درباره یکی از صفات بسیار مذموم، بسیار ناپسند در قرآن کریم، شاید بگیم بدترین صفتی که قرآن کریم به تصویر کشیده، حتی بدتر از کفر و شرک سخن میگیم. صفتی است به اسم نفاق، تضاد اعتقاد و گفتار، تفاوت در باور و بیان، پنهان کردن کفر در قلب و ادعای اسلام کردن. نفاق بیماری که اگر خدای نکرده کسی بهش مبتلا بشه در قعر جهنم در پایین ترین درجه خواهد ماند. و در قسمت‌های گذشته به بعضی از صفات منافقین که در قرآن کریم اشاره شده اشاره کردیم. آیاتی از سوره مبارکه بقره، آیاتی 8 تا 20 و به آیات سوره مبارکه نساء از آیه 138 تا 146، آیاتی از سوره مبارکه توبه آیه 67 و آیات دیگری که در سوره مبارکه توبه هست، در سوره مبارکه آل عمران هست، در سوره مبارکه بقره باز در آیات 204 205 و 206 هست. و همچنین اشاره کردیم در اولین قسمت این موضوع که نفاق به دو دسته تقسیم میشه: نفاق اعتقادی و نفاق عملی. نفاق اعتقادی اون نفاقی است که انسان رو کاملا از اسلام خارج میکنه و کافر مطلق میشه شخص. اون کسی که اعتقادش کلا مشکل داره، اعتقادش نسبت به الله، اعتقادش نسبت به رسول صلی الله علیه وسلم، اعتقادش نسبت به کتاب‌های آسمانی، آیات و قرآن، خود قرآن، و اعتقادش نسبت به قیامت، اعتقادش نسبت به روز جزا، اعتقادش نسبت به قضا و قدر الهی. و همچنین گروه دوم گروهی هستن که دچار نفاق عملی هستن. این در اعتقاد مشکلی ندارن ولی خب در بعضی از اعمال وقتی انجام میدن دچار مشکلن که در احادیث رسول صلی الله علیه و سلم ذکر شده. و در جلسات گذشته باز حول بحث نفاق اعتقادی که در آیات مختلف قرآن ذکر شده به این موضوع رسیده بودیم که یکی از صفاتی که جزء نفاق اعتقادی است، یعنی برمیگرده به تناقض و تضاد در اعتقاد شخص با گفتارش، با ادعاش، نپذیرفتن حکم الله و رسوله، قبول نکردن حاکمیت الله و رسول بر جامعه، بر زندگی. وقتی انسان ادعا میکنه که الله رو پذیرفته به عنوان خالق خودش، وقتی که ادعا میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به عنوان پیامبر پذیرفته، و وقتی که بر این باوره و اعتقاد داره، اگر واقعا اعتقاد داره و ادعا میکنه که قرآن کریم کلام الله است و واجب الاطاعت و هر چیزی که در قرآن آمده حکم الله تعالی است که از روی عدالت و از روی محبت و از روی علم و آگاهی نسبت به مخلوقاتش به ما رسیده و بهترین حکمی که میتونه در زندگی ما باشه و بهترین دستوری است که برای زندگی بشر روی زمین وجود داره و برای آسانی ما نازل شده و برای هدایت ما نازل شده و برای سعادت ما نازل شده و برای این که ما را در مشکلات راهنمایی بکنه، ما را به آرامش برسونه نازل شده.
این ادعا میطلبه که انسان به تک تک فرامین و دستورات الهی چه در قرآن کریم چه از کانال رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم تن بده. حال عده‌ای هستن در جامعه که ادعای ایمان دارن، نه تنها به قرآن بلکه به کل کتاب‌های آسمانی، بلکه به الله، بلکه به قیامت، به همینها ادعا میکنند که ایمان دارند، اما در عمل، اما در رفتار تناقض وجود داره بین ادعا، بین گفتار و عملشون، که این تناقض از اعتقادشون داره سرچشمه میگیره. تناقض در رفتار به خاطر تناقض در اعتقاد و گفتاره. الله تعالی در سوره مبارکه نساء آیات 61 60 به بعد 60 61 62 تا 65 حتی 66 به این موضوع بسیار مهم اشاره میکنه. یکی از صفات منافقین اعتقادی، کسانی که دچار نفاق اعتقادی هستند. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. آیا نمیبینی ای پیامبر ما کسانی رو که گمان میکنن، بر این باورند، به خیال خودشون ادعا میکنن که اونها ایمان دارند، فکر میکنن که ایمان دارند با آنچه بر شما نازل شده، یعنی قرآن، با آنچه که بر قبل از شما نازل شده، کتاب‌های قبل از شما، تورات و انجیل و کتاب‌های دیگر، صحف داوود، صحف موسی علیه السلام. اما اینها یک عملی انجام میدن، کاری انجام میدن که این کار با اون ادعا سازگار نیست. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اینها ادعا میکنن با آن چیزی که بر شما نازل شده، قرآن، با آن چیزی که بر گذشتگان نازل شده، کتاب‌های آسمانی، همه پیامبران اعتماد دارن، ایمان دارن، اعتقاد دارن، اما وقتی که در مرحله عمل میرسه، مشکلی پیدا کردن، مشاجره پیدا شد، نیاز به حکمی داشتن، نیاز به یک دادگاهی داشتن، نیاز به یک محکمه‌ای داشتن که بین اونها و شخص دیگری در مشکلات اونها حکم بکنه، کجا میرن؟ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت. اونها دوست دارن که این محکمه، این حکم نزد غیر الله باشه. طاغوت از طغیان گرفته میشه، سرباز زدن، تعدی کردن، از حد خارج شدن، عبادت غیر الله، هر کس غیر الله، عبادت غیر الله میشه طاغوت، حکم غیر الله میشه طاغوت. اینا کسانی هستن که به حکم غیر الله میخوان عمل بکنن، حکم غیر الله رو میخوان در بین محاکمه های خودشون، در محاکم خودشون، در شریعت های خودشون، در مشکلات خودشون، در سختی های خودشون بیان حکم بکنن و بیان اونها رو در میان قرار بدن. حکم خودشون رو، مشکلی پیش اومده، وقتی به اونها گفته میشه که بیاید ببینید قول خدا و رسول چه میگن، نه، میبریم فلانجا. وقتی که حکم الله و رسول رو در مورد میدونن، در مسئله میدونن، چه قصاص، چه میراث، چه مسائل شبیه این، قبول نمیکنن. اعتراض دارن به حکم خدا، اعتراض دارن به حکم قصاص، اعتراض دارن به حکم دزدی، اعتراض دارن به حکم میراث، حکمی که در قرآن کریم هست، حکمی که از طرف الله نازل شده. اینها به اینها اعتراض دارن، اینها را قبول ندارند و دوست ندارن، اعتراض میکنن. این مخالف حقوق بشر، این مخالف حقوق انسانی، اینها خشونت رو ترویج میکنه، اینها اینطوره، اینها اونطوره، حقوق زن رعایت نشده، حقوق فلان رعایت نشده. این اعتراض به حکم الله است و دوست دارن که حکمی غیر از حکم الله حاکم باشه. اینها دوست دارن که به جای اینکه این احکام جاری باشه در جامعه اسلامی، این احکامی هم که تازه فقط ظاهر این احکام رو اینها دیدن، اون شروطی رو که منتهی میشه، اون مقدماتی رو که لازمه تا این احکام اجرا بشه، کیفیت اجرای احکام، حکمت هایی که در اینا هست رو همه رو بیخبرن، فقط اسلام رو خلاصه کردن در همین چند مسئله، در بحث قصاص، در بحث ارث میراث، فقط از اسلام فقط همین چند تا مسئله رو، اونم فقط ظاهرش رو یاد گرفتن، بدون مقدمات، بدون حکمت ها، بدون شروط، و اومدن حالا دوست دارن که حکم غیر الله رو جایگزین بکنن با این احکام، حکم بندگان الله رو با حکم خود الله جایگزین بکنن به بهانه‌های مختلف، به ادعاهای مختلف، و از طرفی ادعای محبت الله و بندگی الله و ایمان به قرآن مجید و کتاب‌های آسمانی رو هم دارن. ای پیامبر ما، برگردیم به آیه
60 سوره مبارکه نساء. آیا شما ندیدید کسانی رو که گمان میکنن که اونها ایمان دارن به آنچه بر شما نازل شده و آنچه بر امتی‌های گذشته شما نازل شده بود، در حالی که اونها دوست دارن که حکم خودشون رو به پیش طاغوت ببرن و قد امروا ان یکفروا به، در حالی که الله تعالی اونها رو امر کرده که به طاغوت پشت بکنن، به عبادت غیر الله پشت بکنن، به حکم غیر الله و رسولش پشت بکنن. اولین شرط ایمان قبل از کلمه توحید کفر به طاغوت، پشت کردن به طاغوت، رد کردن غیر الله است. و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، الله تعالی در سوره مبارکه بقره آیه 256 فرمود کسی که کفر بکنه به طاغوت، یعنی اول رد بکنه غیر الله رو و بعد الله رو بپذیره، تمام معبودهای ناحق رو، تمام معبودهای باطل رو رد بکنه و معبود به حق الله تعالی است رو بپذیره. و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. هر کسی که حکم طاغوت رو رد کرد، عبادت غیر الله رو نپذیرفت و الله رو به یگانگی و وحدانیت پذیرفت، فقد استمسک بالعروة الوثقی، این شخص به یک ریسمان ناگسستنی چنگ زده، این شخص به هدایت واقعی رسیده، این شخص به اون ایمان واقعی رسیده. این مسئله کفر به طاغوت یکی از اصول اعتقادی و ایمانی است. و قد امروا ان یکفروا به، در حالی که اینا امر شده بودن که کفر بکنن به طاغوت، در حالی که اینا امر شده بودن که پشت بکنن به طاغوت، در حالی که اینا امر شده بودن که عبادت غیر الله رو، بندگی غیر الله رو نپذیرند، حکم غیر الله رو قبول نکنن. اینها و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان میخواد که اینها رو دور بکنه، شیطان میخواد که اینها رو بکشونه ببره این طرف، شیطان میخواد که اینها رو از بندگی الله، از پذیرفتن حکم الله و رسولش دور بکنه. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، وقتی به اینها گفته میشه بیاید ببینیم الله و رسولش چی میگن، بیاید بریم پیش قول الله و رسولش، بیایم بریم پیش دین، بیایم بریم پیش مسائل قرآن و حدیث صحیح رسول صلی الله علیه و سلم، ببینیم که کتاب خدا چی میگه، سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه، بیایم دین رو حاکم بکنیم بر جامعه خودمون، بیایم سعی بکنیم احکام ما احکام دینی باشه، آسمانی باشه. چی میگن؟ با ما باشید بعد از یک میان برنامه با جواب منافقین در دعوت اونها به قول الله و قول رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از یک میان برنامه موضوع رو با هم بررسی خواهیم کرد. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا، ففيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى، وتصفو الحياة بهدي الحبيب. هلما فسر في ركاب الهدى. هلما فسر في ركاب الهدى. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقف طريقا به الصالحون. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند مؤمن کسی است که جان و مال مردم از او در امان باشد. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقف طريقا به الصالحون. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و مهربانان. وقتی به منافقین گفته میشه که بیایید و ما مسئله خودمون رو، حکم خودمون رو به پیش الله و رسول ببریم، اونها خواهند گفت که طاغوت حکم بکنه.
اونها حکم غیر الله رو میپذیرن. اونها قضاوت الله و رسولش رو در مسائلی که برای اونها اتفاق میفته دوست ندارند و ادعا هم میکنن که به الله و رسولش ایمان دارند. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. وقتی به اونها گفته میشه که بیایید به سمت الله و رسولش، بیایید به سمت حکم الله و رسول، اون چیزی که شما ایمان آوردید، اون چیزی که شما ادعا کردید، خواهند گفت خواهید دید اونها رو که فرار میکنن، کلا پشت میکنن به حکم الله و رسول. یصدون عنک صدودا، اونها روی میگردونن، در حالی که انسان مسلمان در مقابل قول الله و رسول ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسول امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. الله تعالی در سوره مبارکه احزاب آیه 36 فرمود که هیچ مرد مؤمنی، هیچ زن مؤمنی، مرد مسلمانی، زن مسلمانی حق نداره وقتی که قول الله و رسول در مسئله ثابت شد براش که قول الله و رسول در این مورد اینه، که خودش رو مختار بدونه در پذیرش یا عدم پذیرش اون حکم. انسان مسلمان باید این گونه باشه. انسان مسلمان به تعبیر قرآن کریم وقتی میاد در مقابل حکم خدا و رسول دعوت میشه به حکم خدا و رسول، باید بگه سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. انسان مسلمان در برابر حکم الله و رسول باید تسلیم باشه. اصلا خود معنای اسلام همینه. معنای اسلام یعنی تسلیم شدن. مسلمان یعنی تسلیم شده در مقابل قول خدا و رسول. کسی که ادعای اسلام میکنه و هنوز تسلیم نشده در مقابل دستورات خدا و رسولش، حکم الله و رسول رو نپذیرفته، چه باید گفت به این؟ الله تعالی در سوره مبارکه مائده آیات 45 46 و 48 میفرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. کسانی که به آنچه الله تعالی حکم نموده، آنچه را که الله تعالی فرستاده بر روی زمین حکم نمیکنن، فاولئک هم الکافرون، اونها کافرن. و من لم یحکم بما انزل الله، دوباره در آیه بعدی میفرماید و من اون کسانی که حکم نمیکنن به آنچه که الله تعالی فرستاده، فاولئک هم الظالمون، اینها ظالمن. بعد جلوتر دو آیه بعد الله تعالی میفرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. کسانی که به آنچه الله تعالی فرستاده حکم نمیکنن، اونها فاسقن، کافرند، ظالمند، فاسقن. اینها هیچ نسبتی با اسلام ندارن. هرچند که ادعای اسلام بکنن، هرچند که اینها بگن ما قرآن رو قبول داریم، هرچند که اینها بگن که ما اسلام رو پذیرفتیم، خدا رو دوست داریم، پیامبرش رو دوست داریم. یا صاحبه السجن حضرت یوسف علیه السلام، اون دو تا زندانی که باش در زندان همسلول بودن، گفت ای زندانیایی که با من هستین، ای دو رفیق من در زندان، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آیا اللهی که واحد است، اللهی که قهار است، اللهی که بر کل عالم مسلط است بهتر است، یا این که چند تا ارباب دیگه، رب دیگه، پروردگار دیگه، خدای دیگه برای خودتون بگیرید؟ همین که انسان تن میده به حکم غیر الله، انگار که او رو به خدایی گرفته. این نیست که فقط ما بیایم کسی رو بپرستیم بگیم تو خدای اون خدا بشه. نه، الله تعالی وقتی که درباره یهودیان زمان رسول صلی الله علیه و سلم در سوره مبارکه توبه توصیف فرمود اونها رو اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، در آیه 31 که اینها علمای خودشون رو، بزرگان خودشون رو رب گرفته بودن، به خدایی گرفته بودن در مقابل الله تعالی. و همچنین مسیح پسر مریم علیه السلام رو حضرت عبدالله ابن سلام، صحابی بزرگواری که قبلا یکی از بزرگترین علمای یهودی مدینه بود، این آیه که نازل شد که اونها علما خودشون، بزرگان خودشون رو به خدایی گرفته بودن، آمد پیش رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که یا رسول الله، ما اینها رو به خدایی نگرفته بودیم. حضرت فرمود مگر غیر از اینه که هرچی اونها میگفتن شما میپذیرفتید بدون در نظر داشت حکم خدا و رسولش، حلال رو حلال میکردن، اگر حرام رو حلال میکردن، اون براشون مهم نبود، هرچی فلانی میگفت قبول میکردن، حکم اون رو کامل میپذیرفتن. اینجا در سوره مبارکه یوسف حضرت یوسف علیه السلام فرمود آیا رب‌های مختلف، خدایان مختلف، این که شما غیر الله رو حکمش رو میاری جایگزین میکنید، این بهتره، یا اللهی که قادر بر عالم، اللهی که خالق عالم، اللهی که عادل ترینه، اللهی که حکیم ترینه، اللهی که از همه به بندگانش مهربان تره؟ آیا شما از الله هم به بندهاش مهربان ترید که حالا مدعی حقوق بشر شدید و الله رو خدای نکرده متهم میکنید به نادیده گرفتن حقوق بشر؟ ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. این بهتره برای شما
که الله رو بپرستید، واحد قهار رو، یا نه چند تا دیگه. اما اینهایی که شما از پیش خودتون میپرستید. در ادامه آیه حضرت یوسف علیه السلام در آیه 40 سوره مبارکه یوسف فرمود این کسانی که شما از پیش خودتون شروع کردید اینها رو رب گذاشتید و دارید میفرستید، اینها یک سری اسمایی هستن، یک سری اسمایی هستن که فقط خودتون اسم دادید به اینها، یه دیر وسیله دانستید برای خودتون، بین خودتون و خدای ایدی رو دارید خودتون به هر حال بهشون درجه الوهیت دادید. یک عده‌ای رو به عنوان قانونگذار خودتون پذیرفتید. اینها حقوقدانن، اینها قانونگذارن، اینها کسانی هستن که مدافع حقوق بشر هستن. این اسمایی که خودتون روی اینها گذاشتید، خودتون خود اینا رو بزرگ میکنین. این هی الا اسماء سمیتم و انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. اینها خودتون و پدر و مادرانتون، آبا اجدادتون اومدین یه عده‌ای رو یک سری اسمهای رویشون گذاشتین، یک سری صفاتی رو به اونها دادین که اینها رو الله تعالی هیچ تایید نفرموده. همچین چیزی نیست. این الحکم الا لله. در باب حکم، در باب اطاعت، در باب حکمرانی، در باب تحکم، در باب حکم کردن، قضاوت کردن بین بندگان روی زمین، حکم الله است. این الحکم الا لله. هر حکمی که روی زمین است باید از حاکم عالم باشه، از الله تعالی باید باشه. این الحکم الا لله. امر الا تعبدوا الا اياه. امر کرده که جز او رو نپرستید. ذالک الدین القیم. این دین الله است. حکم الله است در تمامی مواردی که قرآن نازل کرده. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ولی خب بسیار از مردم این رو نمیدونن. و الله تعالی به رسول الله صلی الله علیه و سلم امر فرمود ان احکم بینهم بما انزل الله. به اون چیزی که در قرآن برای شما نازل شده، اون چیزی که الله تعالی نازل کرده، به اونها حکم کن. ولا تتبع اهواءهم. دنبال هوا و هوس اینها نباش. از هوا و هوس مردم پیروی نکن در بحث دین، در بحث حکم خدا و رسولش. گرچه خطاب به رسول صلی الله علیه و سلم، ولی خب کل امت خطاب این آیه هستن. و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک. بپرهیز ای پیغمبر من از این که عده‌ای از انسان‌های دور بر تو رو در فتنه بیاندازن در بعضی از اون چیزهایی که بر تو نازل شده. انسان مسلمان باید برحذر باشه از این که در فتنه بیفته نسبت به بعضی از احکامی که الله در قرآنش نازل کرده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما آورده، از این که بعضی از این احکام جاری نشن و اگر عده روی گرداندن، فعلم انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم و ان کثیر من الناس لفاسقون. اگر اینها روی گردان شدن از این حکم یا از بعضی از این احکام، بدان که الله تعالی به خاطر گناهانی که اینها انجام دادن قصد داره که اینها رو مبتلا بکنه به عذاب‌های گوناگون. و بسیاری از مردم فاسقن، بسیاری از مردم فسق دارن. همون صفتی که در سوره مبارکه توبه آیه 67 برای منافقین ذکر کرد. آخر آیه فرمود که منافقین امر به منکر میکنن، نهی از معروف میکنن، بخل دارن، الله رو فراموش کردن، الله اونها رو فراموش کرده. اولئک هم الفاسقون. اونها فاسقن. دقیقاً همین تعبیر اونجا هم ذکر شد. اینها فاسقن. اف حکم الجاهلیت یبغون. آیا حکم جاهلیت رو میطلبن؟ آیا اینها حکم غیر الله رو میطلبن؟ و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. چه کسی بهتر از الله حکم میکنه برای کسانی که ایمان دارن و یقینا به الله ایمان و باور کامل دارن. با آیا حکمی رو که با ادعای بعضی از انسانها داره داده میشه فقط این رو میپذیرن و حکم الله رو کنار گذاشتن؟ حکم الله است. کسانی که بعضی از قوانین الهی رو قبول ندارن، کسانی که به بعضی از احکام الله اعتراض دارن، کسانی که نمیتونن بپذیرن در محاکم اسلامی، در دادگاه‌های اسلامی، در کشورهای اسلامی احکام الله باید اجرا بشه، احکام رسولش اجرا بشه، احکام دین جاری باشه، به هر بهانه‌ای قصد دارن تا بعضی از این احکام رو ساقط بکنن، بعضی از این احکام رو تغییر بدن، و یا اینکه دوست دارن در محاکم شرعی، در کشورهای اسلامی، در دادگاه‌های اسلامی، در قانون‌های اساسی کشورهای اسلامی حقوقی رعایت بشه. حقوق به تعبیر اصطلاحی که امروز هست، حقوق مدنی فلان کشور، حقوق مدنی فلان کشور، و بیان احکام کشور رو، احکامی رو که بر جامعه داره اجرا میشه، از این شخص غیر مسلمان، از اون شخص غیر مسلمان، یا حتی مسلمانی که ادعای اسلام داره اما حکمش مخالف با حکم خدا و رسول میگیرن، اینها در واقع دارن به حاکمیت غیر الله تن میدن. اینها گویی که دارن اعتراض میکنن به حکم الله و رسولش، و اعتراض به حکم الله و رسولش یعنی نادیده گرفتن خود الله و رسولش، یعنی اعتراض به خود الله و رسول. و کسی که به الله و رسولش اعتراض بکنه خب طبیعتاً هیچ بویی از اسلام نبرده و هیچ نسبتی با اسلام نداره. جلوتر در آیات
61 62 در سوره مبارکه نساء، در آیه 65 چون وقت کم هست فقط من به این آیه آخر اشاره بکنم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. الله تعالی قسم میفرمایند، قسم میخوره که ای پیغمبر من، قسم اینها هرگز ایمان نمیارن به تو، اینها هرگز ایمانشون کامل نخواهد شد، اینها مؤمن نخواهند گشت مگر اینکه شما رو حکم قرار بدن در مشاجرات خودشون، در اختلافات خودشون، در درگیری های خودشون. حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم الله است. من یطع الرسول فقد اطاع الله. هر کسی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنه و تبعیت بکنه از الله تعالی اطاعت کرده. ای پیامبر ما، اینها هرگز ایمان نخواهند آورد و ایمان اینها قبول نخواهد شد مگر اینکه شما رو دستورات رسول صلی الله علیه و سلم که اون تعالیم قرآن کریمه اینها حکم قرار بدن، به این حکم تن بدن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. علاوه بر این، بعد از اینکه این حکم اجرا شد، بعد از اینکه اون حکم گفته شد، اونها در دل خودشون نسبت به این حکم هیچ نگرانی نداشته باشن، هیچ دلخوری نداشته باشن از این حکم، تن داده باشن، با صمیم قلب بپذیرن. و یسلموا تسلیما. بعد تسلیم بشن همه تن در مقابل حکم الله و رسولش. این مسائل، این صفاتی که ذکر شد، بعضی از صفاتی هستند که منافقین اعتقادی، بعضی از نفاقهای اعتقادی در قرآن کریم ذکر شده، گرچه بیشتر از این هست اما به همین حد اکتفا میکنیم. و نفاق عملی، کسانی که شعبه‌ای از نفاق در وجودشون هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که 4 صفت در وجود هر کسی که باشه این انسان منافق خالص است، یعنی کلا منافقیه، کلا منافق میشه اگر هر 4 تاش درش باشه. اگر کسی یکی از اونها رو در وجود خودش داشته باشه در اون شعبه‌ای از نفاق خواهد بود. اذا اؤتمن خان، وقتی که در امانت خیانت بکنه، اذا حدث کذب، وقتی که سخن میگه دروغ میگه، اذا عاهد غدر، وقتی که عهد و پیمان میبنده به عهد و پیمان خودش پایبند نیست، و اذا خاصم فجر، وقتی که دعوا میکنه پرخاش میکنه، فحش میده و دشنام میده. و در روایت دیگه حضرت ابو هریره از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که علامت منافق ثلاث، منافق 3 صفت داره: اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، و اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، و اذا اؤتمن خان، وقتی که صحبت میکنه دروغ میگه و وقتی که وعده میده به وعده خودش وفا نمیکنه و وقتی که امانتی به اون داده بشه در اون خیانت خواهد کرد. ان شاء الله در قسمت‌های بعدی راجع به این موضوعات به تک تک اشاره خواهیم کرد که خداوند متعال این توفیق رو نصیب ما بکنه، خودمون رو از اینها پاک بکنیم، از این صفات، و مبتلا نشیم ان شاء الله به این صفات. با ما باشید در قسمت‌های بعدی برای پرداختن به این موضوعات. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید بسیار سپاسگزارم و متشکر، و الله یار و نگهدارش باد.